اما رقص بختیار میگه وقتی که سازی حرکت میکنه، ساز رو اول کرنا رو پایین میگیره، یعنی زمین را خطاب، و بعد کرنا رو بالا میگیره، یعنی آسمان را خطاب میکنه، و بعد کرنا رو به جلو میگیره، یعنی جمعیت رو خطاب میکنه. ببینید شما یک کار بزرگی دارید میکنید، یک نوستالژی این رقص بوده که سینه به سینه اومده، چون رقص بختیاری از تند به تند تبدیل میشه، خیلی وزینه، قسمت پله به پله است، روی فرهنگ ما ساخته شده، روی روابطمون ساخته شده، لباسهای ما رنگینه، از طبیعت الهام گرفته شده. این است که این کاری که الان شما دارید میکنید، دارید یک سنتی رو نگه میدارید که بسیار مهمه، داره از بین میره.